راوندی و پایان قد رسید. تلاش هر دو بوکسور ادامه داره و مسابقه به اوج هیجان خودش برگشت در این لحظات. همچنان رقص پا در جریان هست. گراد مستقیم برخورد نمیکنه، بازم یک و دو و رقابتی که همچنان در جریان هست. خیلی خوب و زیبا با دو دست هر دو فعال هستند. هر دو بوکسور. مسابقه در کاتگوری وزنی 52 کیلوگرم در حال برگزاری است. اولین دوره مسابقات سازمان ABCF در افغانستان. حرکت خیلی خطرناک و عالی است طارق احمدی. پیشروی ادامه داره. بازم آکن خطرناک استفاده میشه از احمدی. بوکسور با شورت سیاه رنگ از ولایت ننگرهار افغانستان. فعال‌تر به نسبت به حریف خودش در لحظات ابتدایی مسابقه، اما انصار افتخار گل خودش بسته کرده و سعی می‌کنه تا در کارهای تدافعی بهتر باشه. سه جمله است افتخار. بازم بری شات. ضربات بسیار زیبایی را استفاده میکنه افتخار. همچنان تلاش ها در جریان هست. خیلی عالی کار میکنه افتخار. حاکنا یه چپ رو دادم اپرکت. از کوچکترین زاویه ها میخواد بهترین استفاده را کنه و امتیازات احسان خودش کنه. جاوران بین‌المللی در کنار رنگ مسابقه را نظاره میکنند و قطعا امتیازات را خواهند داد برای هر دو بوکسور در راوند اول مسابقه. تلاش در جریان است. بازم گل خطرناک. حالا بادی شات. آکن راست بالا محاکن است احمدی. طارق احمدی. مسابقه در جریان هست. بازم زیبا کار میکنه تا این دم طارق احمدی از ولایت ننگرهار افغانستان. بادی شات. پیشروی در جریان است. رقص پاسی هر دو بوکسور. آکن رفته عالی است انصار افتخار. بازم هاکن چپ. هاکن